و زنها عام است با حقوق زن مرد برابر میمونه کافیه اگر مادامی که برابر باشه در نماز هم خیلی است یک نوع جواب است. خب خلاصه همین است. ولی بعضی علما علل خصوص در مذهب امام ابو حنیفه این سخنات گفت لیکن اونها با چی مقصد دیدن گفت که خلاصه گفت که من میخوام این اعظمی دو دخترم یک تشه با خانه‌دار کنم یا اینکه هر به شرطی که 8 سال در زمین من کار میکنی هم کار میکنی هم گوسفندا رو چراگاه میبری و اگر مثلا همان سال کار کردی یک دخترم اگر چی کردی همان سال کردی هر دو دخترم میتونی در ملک شرط نیست اهمیت بدن اساسا دین و خود من این چیزا نظر میگیرم ولی اساس و فکری خیال اساسی پدر و مادری دختر این نباشه و از اون داماد دختری با یکی کنید حرکت کنید دخترهای به یعنی که زندگیش به زندگیتون نزدیک‌تر کفر میگه در مذهب امام ابو حنیفه هم معتبر است. برای چی اینم گفتم برای اون که آیا می‌خواهید قرآن را درست و زیبا تلاوت کنید؟ آموزش قاعده‌های تجوید از اساس تا سطح پیشرفته، اصلاح تلفظ و مخارج حرف‌ها، درس‌ها با شرح و مشق‌های عملی، نظارت پیشرفت دانشجویان، بهترین شما کسی است که قرآن را می‌آموزد و به دیگران می‌آموزاند. برای ثبت نام و گرفتن معلومات بیشتر در کامنتر کلمه تجوید نویسید. قرآن را همان گونه بخوانید که نازل شده است. اکادمی القلوب مرکزی تعلیمی است که تأسیس داده شده است تا زنان، مردان و کودکان بتوانند قرآن و زبان عربی را در محیط آرام و احترامانه آموزند. هدف ما تنها آموزاندن قرائت درست قرآن با تجوید نیست، بلکه همچنین دادن اعتماد، هوسمندی و محبت به کلام الله می باشد. در اینجا شما را استادانی با دقت، کورس‌های منظم آنلاین و محیط الهام بخش انتظار است که انسان را به آموزش تشویق می‌کند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که قرآن را می‌آموزد و آن را به دیگران می‌آموزاند. بله برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوم آواز ما رو میشنوی؟ بله. الله شما راضی باشد. من بنده فدراسیون روسیه زنگ میزنم. سلامت باشید. خدا ایمانتون زیاده کنه و به نصیب کند. دوم روزهای آخر سوال من چنین بود که روزهای آخر نمیتونیم که یک کلین یابیم دختر به دادرمان انا میریم خانه همون دختردار میگن اکا الله شاهد است یگان انسان نیده باشم که در دولت خود در همون وطن نمیپرسن که بچه اهل سنت و جماعت آیا نماز میخواند کجا کار میکنه انا چی صاحب کار میکنه خونه چی خیلی ماشین چی خیلی یا الله چی سبب شده باشه که کلین با توفیق کلین دیندار نمیایم دنبال درست. این یکی از سبب‌های بزرگش دور بودن ما از شریعت است. این اگر همین صحبت همین روزه رو تا آخرش اگر گوش کنید بسیار مسئله ها ذکر میشد و به بسیار سوال ها ما جواب خود رو پیدا میکنیم. هر یک مشکلی، هر یک ناآمدی، هر یک رفتار نادرست سببش ناآگاهی از شریعت است و عمل نکردن به شریعت است. حالی میبینید من حالی در پایان حدیث میبیارم پیامبر صلی الله علیه و سلم به کی خانه‌دار کردن کی را قصه ها از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابه ها معنی من به امروزه حیاتی که ما در ترقیات هستیم بعضی ها میگن که مثلا تو سال عصری که عصرهای کهنه رو مثال نبیار عصرهای کهنه رو مثال میبیاریم ولی طبق همین روزه شرایط به همان عمل میکنیم. اونا برای ما قدوه هستند پیشوا هستند. ما باید با پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کنیم. این شریعت کهنه نمیشد، این شریعت فرسوده نمیشه، این شریعت به تمام زمان و مکانها به تمام طلبات جوابگوی هست. هزار ترقیات شود شریعت پیش از وی همیشه به نظر گرفتگی هست. شریعت از ترقیات هم پیش است چون که نازل کننده این شریعت الله است. آن اللهی که دنیا را آفرید و این ترقیات ها را پیدا کرد اون الله است. شریعت الله فراوردگی هست. تنزیل من حکیم حمید نازل شده از جانب ذات حکیم علیم هست. بنابراین شریعت ما همه را در بر گرفته است. همین صحبت امروزه ما در بابت نکاح و در بابت مهر و در بابت توی نکاح بسیار مسئله ها را در بر میگیرد انشاءالله و به بسیار از سوال های مردم جواب میگوید انشاءالله.
بله. انا فراموش کردم. ها حتی یک خانه یک زن رفتیم که مادری همون کلین، مادر همون دختر آمد گفت من خانه تون بینم. خانه آمده است میگه که این زمین شما هم بسیار هست و دختری من شهر کلانش دیگه نه من شما در نمیتیم. گفتم الله هدایت کنه. چه شرم زنی که حالی شوش الله من شو دارد شو داشت الحمدلله او زن خونی ما آمده است. ما اکنون در حیات این خیلی نه یکم بود سوری. بله. معیاری یعنی که شریعت باید به داماد به کدام صفتهاش نظر کنیم. به دو صفت. اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه او کما قال صلی الله علیه وسلم. اگر به خانه‌داری شما شخصی بیاد که دینش برای شما رو معقول است، یعنی شخصی دیندار است، دومینش خلقش خوب است، فزوجوه، شما خانه‌دار کنید دخترانتون. و پولش، و مالش، و منصبش، این چیزا میبیاد میرود. بعضی انسان‌های دوخان بودن از امروز میلیونر شده هستند. یا بعضی انسان‌ها صاحب مال و ملک، پدرشان بای بود، پدرشان که از دنیا گذشت در 2 روز در قمار همه مال و ملک پدر بای داد، از صفر هم پایان قرضدار است. یعنی به این مال و ملک دنیا امروز هست فردا نیست. به این چیزا اهمیت دادن در کار. کمبغل در یک خیمه هم دختری شما رو امانت نگهدار باشد، نگاه می‌دارد، همراهش زندگی می‌کند. بسیار پولدارها بودند که روزهای اولشان در مدر تجارت‌های چیزای ارزان می‌فروختند، مانند سبزی و سبزوات می‌فروختند. امروز میلیونر شدند. در کوچه ها چیز می‌فروختند، چیزای ارزانی. امروز پولدار شدند. حضرت معاویه وقتی که به یک صحابی زن خواستگار شد، اون زنک آمده پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که یا رسول الله برای من معاویه و ابو جهم 2 کس خانه‌دار شده ایستاده است. گفتن که اما معاویه فسعلوک لا مال له. معاویه سعلوک است، کمبغل است، مال ندارد. گفتن و این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم غیب نمیدونه. قل لا يعلم الغیب من فی السماوات قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، غیب را در آسمان ها و در زمین ها کسی نمیدونه غیر الله. نه جبریل میداند، نه محمد صلی الله علیه و سلم. اگر رفتو یه چیزی از غیب خبر دادن مگرم با خبری الله تعالی بود، با وحی بود. این معاویه سعلوک است، کمبغل است، لا مال له، مال ندارد. گفتم لیکن دیری نگذشته معاویه پادشاهی تمام مسلمان‌های دنیا گشت. نمیدونید انسان، یعنی بنابراین به مال و ملک شرط نیست اهمیت دادن، اساسا دین و خلق. بله این چیزایی هم نظر میگیرن، ولی اساس و فکری خیال اساسی پدر و مادری دختر این نباشد. باید و از آن دامادم دختری بای کلین کنیم، حرکت کنید دخترهای به یعنی که زندگیش به زندگیتون نزدیکتر. نه کف میگه در مذهبی امام ابو حنیفه هم معتبر است. برای چی اینم گفتن؟ برای آنکه بای و کمبغل خانه‌دار میشد، جدا شوی هاشون بسیار هست. برای اینکه این در طبقه زندگی کردگی از ذریعه حولی زندگی کردگی است که به این حولی، به این زیست، به این خانواده موافقت نمیکنه. بیچاره اینش کمبغل، اینش بای. بعد تحقیر و دشنام و جداشوی نزدیک است. بنابراین اگر عائله نزدیک باشد، 2 کمبغل باشد مثلا یا 2 بای باشد، این خوبتر است. گفتم اگر چی اجازت از یک بای کمبغل گرفت یا یک کمبغل یک بای گرفت. حضرت ابوذر غفاری از زنی سیاه پوست داشتن و بعضی صحابه ها پیشنهاد کردن که آخه آن زنی سفید خانه‌دارت نکنیم. گفتن که نه، همین زنی سیاهی که مرا قدر میکند بهتر از آن زنی سفیدی که مرا تحقیر میکند. مراد زنی خوشرویی که مرا تحقیر میکند. و جای وای دیده همین زنی که کمتر چهرش زیباتر نباشدم لیکن من احترام میکنم، بزرگ میشمارم، این برای من اولاتر است. خلاصه یعنی البته بر وقت خانه‌دار کردن مهم است.
همین که دیندار هست، فرزندی صالح هست، ببینید که مواد مخدر استفاده نمیبرد، عرق نوش و می نوش نیست، سیگریت کش و ناسکش نیست، خانه‌دار کنید. این چیزا شما نگاه کنید. خب ما چیکار کنیم دومولا؟ خلاص بله، مسئله نکاح آسان نیست. دختری پاک و حلال و تازه و صالحه یافتن مشکل است. برای این شما هر روز پیش از آن که به کوچه میبرید به جستجو 2 رکعت نماز استعانه میخوانید. الله تعالی میگه که واستعینوا بالصبر والصلاه، با صبر و با نماز از الله تعالی یاری طلبید. بعضی آدم ها به این خیلی کارها یاری نمیطلبند. 2 رکعت نماز خونده یاری طلب نمیکنه، پیش از برآمدن به خواستگاری یاری طلب کنید. هر زنی که شوهر ندارید، هر بچه هایی که زن ندارید، خیز طهارت کنید، 2 رکعت نماز کنید. الله تعالی تو مرا به نکاح امر کردی، تو مرا به پاکیگری امر کردی، من قدرت ندارم، من مال ندارم، من شرایط ندارم، به فلان جاها میرم نمیتید دخترشه. آسان کن، تو دعا کنید. ما همیشه به الله تعالی محتاج هستیم. حضرت موسی وقتی از چنگال فرعون و از کشوری فرعون گریختن به شهری غربت مسافری، در این زیر درخت آمدن نشستن، نه طعام دارند، نه مال و مبلغ دارند، نه یگان خویش و تبار و شناس دارند. در این کشوری غربت هیچ چیزی ندارند. در زیر سایه در درخت نشستن و گفتن که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای الله، هر خیری که در نزد تو از من به اون محتاج هستم. ای الله، من به خیری تو، به یاری تو محتاج هستم. از این پیشتر اونجا دیدن که بعضی آدم ها اومده در لبی آب حیوان های خدا آب میدادن، گاو و گوسفنداشه، و 2 دختر دیدن که گوسفنداشه گرفته در یک چه ایستاده است. رفتن به نزد من 2 دختر، گفتن که برای چی شما در یک کنج میایستید و حیواناتون مقصد آب نمیدید؟ گفتن که ما از سبب دختر بودنمو به گروه مردها نمیدرویم. وقتی که اونها که آب داده شدند و راه ها کشاده شد، بعد ما آب میتیم و بعد میریم. بعد گفتن که اگر اجازت باشد من گوسفندای شما آب داده میبیارم. اونها گفتن مرحبا. رفتن آب داده آوردند. دیری نگذشته یکی از همین 2 دخترها آمد. الله تعالی اومد که با شرم و حیا راه میگشت. تمشی علی استحیا، همین راه گردیش هم از نگاهی با شرم و حیا بود. آمده گفت که پدری من تو را به خانه دعوت کرده ایستاده است، میخواهد که اجری نیکیه که به ما کردی میخواهد دهد، میخواهد مکافات دهد. وقتی که حضرت موسی به نزد پدر اینا رفتن که پدرش شعیب میگن، و علما میگن که این شعیب غیر شعیب علیه السلام است، این شعیب پیغمبر نیست. و بعضی علما میگن که این شعیب پیغمبر است، و بعضی ها میگن که این یکی از خویشاوندان شعیب پیغمبر است. در مدین اینا از مصر گریخته به مدین آمدن، یعنی امروزه عربستان سعودی منطقه هاش. و وقتی که آن موسفی در رفته دیدن، گفت که خلاصه گفت که من میخواهم می از همین 2 دخترم یک تشه به تو خانه‌دار کنم، یا اینکه هر دوشه، به شرطی که 8 سال در زمینی من کار میکنی، هم کار میکنی، هم گوسفندا رو چراگاه میبری، و اگر مثلا فلان سال کار کردی 1 دخترم، اگر چی کردی فلان سال کار کردی هر 2 دخترم میتی. اون در شریعت آنها در یک مرد 2 خواهر گرفتن اجازت بود. در شریعت ما حرام است. الله تعالی گفت که و ان تجمعوا بین الاختین، برای شما حرام گردانید که در زیر یک نکاح یک مرد 2 خواهر جمع کرده شود. در ما ممکن نیست، اما در شریعت های پیشین حلال بود. 2 خواهر، یک بار 2 دختر همین موسی و پیغمبر الله تعالی و الله تعالی خانه دار کرد. ببینید به شهر غریبی آمدن، نه خانه دارن، نه مال دارن، نه جا دارن، هیچ چیزی ندارن، نه طعام دارن. هم خانه پیدا شد براش، هم یک بار 2 زن با 2 دختر
با یک آدمی صالح، دخترهاش زنهای صالحه به شرم و حیا الله تعالی به راهگردی‌هاش و به شرم و حیای به تقواش در قرآن ثنا گفته است. خانه‌دار کرد، خانه دارد، زن دارد، طعام دارد، جای زیست دارد، همه چی دارد. به شرافت یک جمله دعا: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یکی خودشون هم پاک بودن، حلال و پاک بودن، الله تعالی عبادت میکردن، بنابراین یک جمله دعا قبول شد. بنابراین دعا شرط است برادر عزیز. به دعا ما یگان کار کرده نمیتونیم. در همه حاجت معده ترین ما از الله تعالی باید یاری طلب کنیم. بله برادر. خب از جا الله جزا خیرتون دید. خداوند در کسب کارتون برکت دهد، علمتون بازم از این زیاده گرداند. آمین. آمین. رحمت سلامت باشید. خب السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. سوزسته الحمدلله. میخواستم یک دو سوال میدادم و من میفهموندید. من همین با مادرم کوشش میکنم فهمونم که همین نماز برای مرد و زن یک طرز باید خونن. خیلی که رسول پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نماز خونید، خیلی که مرا دیدید نماز خوندم همونطور خونید. با مادرم کوشش میکنم فهمونن همین کار رو، میگوید نه این طور نیست. میگویم همین یک خودتون میفهموندید یک انسان علم دار تا با ثبت کرده با اون کس میکردن. اصلا نماز مردها و زنها یک است. فقط بعضی علما وقتی که میگن که زنها رو مثلا اعضای دستش رو به بدنش چسباند یا آرینچاش رو به زمین چسباند، میگن چون این خیلی گفتید میگن که تا اینکه عورتش ظاهر نشود. میگن آخه شریعت این چیز به نظر گرفته است. اولش این که مسجد زنها علاهیده هست، خیلی که در کتاب همین حراست الفضیله ما در یک موقعش اینو بیان میکنیم. مسجد زنها علاهیده است، مردها زنها را نمیبیند. دویمش وی اساسا نمازش در خانهش است. در خانهش وقتی که نماز میخونه وی یگان مرد بیگانه نمیبیند، یگان اعضاش نمایان نمیشد. غیر از این حجابش باید چنان وسیع باشد که در صورتی مثل این مرد نماز خواندنش هم یگان جایی وی ظاهر نمیشد. بنابراین شریعت و خوشرو پیش از آن که به این گونه نمازگزاری امر کرده است و پوشیدن عورتش امر کرده است، هم در مسجدش، هم در خانهش، هم در لباسهاش. بنابراین خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندن هم خیلی خواندن گرفت. صلوا کما رأیتمونی اصلی. شما نماز گذاره خیلی که مرا دیدید که نماز گذاشتم. فرق نکردم برای مردها و زنها. اگر فرق می داشت بیان میکردم، چون که گفتن که اینما تصفیق للنساء و تسبیح للرجال. گفتن اگر امام خطا کند مردها باید آگاهی کردنی باشن، سبحان الله میگن. زنها باشن کفکوبی میکنن، یعنی زنها سبحان الله نمیگن در نماز جماعت. وقتی که سبحان الله گفت مردها هم فکر و خیالشون به این زن میره کی بود این گفته. زنها کفکوبی جدا کردن، لیکن در نماز جدا نکردن. گفتن که من چه خیلی نماز خونم، همین خیلی نماز خونید. این خطاب به مردها و زنها عام است. حقوق زن و مرد برابر میگن که آخر اگر مادامی که برابر باشه در نماز هم همین خیلی است. یک نوعی جواب است. خب خلاصه همین است. بله بعضی علما علل خصوص در مذهب امام ابو حنیفه این سخنا را گفتن، لیکن اونو با چی مقصد گفتن؟ گفتن که عورتش نمایان نشد. عورتش نمایان نمیشد چون که حجاب دارد، چون که در خانهش است، چون که در مسجد است. مسجد زنها امروز درهاش علاویده است، ایوالهاش جدا است، مردها نمیبیند. بنابراین خواندن چه خیلی که هست. همون علتی که حنفی ها ذکر کردن همون علت نیست. بنابراین خواندن گرم. الله تعالی اعلم.